سلام و درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک باز برنامه نوبتی ما در کانال یوتیوبی پیمان لایف و کانال ماوراء پیام تیوی با شما هستیم در برنامه. و برنامه امروزه ما چون هر وقته در موضوع خبرهای داغ روز، یعنی خبرهایی که این هفته سپری ما شاهد آن شدیم، ما صحبت خواهیم کرد. و اینک خبری که این هفته نشر شد، یعنی تشریف پروکورور گنرالی روسیه به تاجیکستان و در آنجا اظهار این منصبدار از آن که به دادگاه عالی کشورش درخواست برای همچون سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلام بود و این باعث نگرانی عمیقی تمام شهروندان تاجیکستان مقیم روسیه و دیگر کشورها شد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که ما میدانیم که مقامات تاجیکستان و مقامات روسیه که مقامات فساد زدند و در این دولت ها که مقام دادگاه، یعنی نظام دادگاهی تقریبا که وجود ندارد و مردم، یعنی همین مهاجران مهنتی خیلی آسیب پذیر میشوند، آسیب پذیرتر میشوند، به خاطر آن که اگر پگاه فرض کردیم یک پلیس مسکو یک مهاجر را اگر چند پیش مهاجر را بازداشت میکرد و به خاطر آن که او در همون، یعنی در مکان زیست مکان زندگی دارد که در آنجا یعنی چی نیست، از قید نگذشته است، یعنی قید را در مکان باید زندگی میکنین که قید در آنجا باشد. برعکس حال قید تو غیر قانونی است و بوده باشد غیر قانونی است و به همین خاطر مثال تمامی جستن، به خاطر دیگر کارها تمامی جستن، یگان اشتباه در حجت میافتند، تمجوی میکردند و به اینم بازداشت میکردند و میگفتند همین قدر سنته. این روز الکی برای اونها باز چیز وسیع‌تر شد، میدان وسیع‌تر شد و هر شهروند تاجیکستان رو میتونن بازداشت کنن و بگوین که خب تو از ریشات معلوم که تو نهضتی هستی و ما حاضر حجت جور میکنیم که نهضتی هستی و ترا به تاجیکستان تسلیم میکنیم و در اونجا به مهلت طولانی زندان میروی. از همین خاطر هم تمجوی میکنن و همه این با همین اقدامی که مقامات روس نسبت حزب نهضت اسلام کردن و ببینید 2015 نسبت این حزب در تاجیکستان که همین اتهام بسته شد، اکثریت تاجیکستانیان از اکثریت جامعه مدنی آن را خود را کنار دیدند. اکثریت جامعه مدنی گفتند که خب ما به این به ما ربط نمیگیرد و ما در امان خواهیم بود و امروز ما آمدیم به روزی که همه شاهد آن شدیم که نه، این ابتدای کار بود و امروز روزنامه‌نگاران دیگر فعالان جامعه مدنی را خب به گفت روسا پچکه زندان میکنند و این ابتدای این در سال 2015 بلکه در سال 2010 و از آن هم پیشتر گذاشته شد و ما که آمدیم هر لحظه در مقابل هموطنان ما که همین
قانون شکنی میشد، حقوق اونو پایمال میشد. ما خود را کنار میگرفتیم و میگفتیم که این به ما ربط ندارد. آخرا آمدیم و به همین جا رسیدیم. و امروز هم که خب همین درخواست ببینید، مقامات تاجیکستان، امام علی رحمانوف، مقامات تاجیکستان امام علی رحمانوف بار دوم است که در مقابل مخالفین سیاسی خود استقلالیت دولتی تاجیکستان را به سودا میگذارد. سال 1992 همون روز ساعتی که درگیری بین خب استقلال خواهان و دشمنان استقلالیت در تاجیکستان بود و رحمانوف از جمله دشمنان استقلالیت تاجیکستان بود و هست امروز هم. همون روز ساعت استقلالیت ملت را به سودا گذاشت و به خاطر به قدرت رسیدن با ارتش ازبکستان و با خب بیرق‌های ازبکی به خاک تاجیکستان وارد شد و اخیراً با همکاری روسیه و ازبکستان به سر قدرت آمد و بعداً با اشتراک نیروهای خب روسیه در قدرت باقی ماند و با فرمایش رحمانوف سابق قماندان هایی که این رو به سر قدرت آوردن با دست همون خواجگان خارجیش، یعنی با دست روسا، اونها را به قتل رساند. منظورم سنگک سفرов و فیضعلی سیدov هستند که با فرمایش رحمانوف از طرف مقامات روسیه به قتل رسانده شدند. و امروز باز آمد ببینید در دیپلماتیا، در دلخواه جا، خواه در سیاست بین المللی باشد، خواه در دهه باشد، خواه در شهر باشد، هر درخواست یعنی کالای را به سودا میزنی، یعنی کالای داری اون رو در سیاست اون رو به سودا میزنی. و ببینید رحمانوف میتوانست امروز در مقابل همین داد و گرفت دیپلماتیش یگان درخواست به خاطر ملت میکرد، به خاطر خب به بخشیدن وضع مهاجران مهنتی و دیگر، یعنی در مقابل روسیه که امروز تقریبا که خیلی نیاز حتی به رحمانوف دارد، نیاز دارد در شرایط امروزه خب بنبستی که روسیه خودش را در آنجا قرار داده است، در این شرایط خیلی نیاز حتی به رحمانوف داشت و آمد و رحمانوف در همین مورد، در همین حالت است که خب در بازار می شود کالای را ارزان به دست آورد و در این حالت آمد و از همه کالاها، از همه درخواستها، از همه چیزهایی که از همه اون چیزی که می توانست در سودا از اون طلب کند، آمد و طلب کرد که بیا پوتین معظم، بیا تو همین نهضت اسلام را تروریستی اعتراف کن. نهضت اسلام یعنی ملت تاجیک را تروریست اعتراف کن. همون 2 میلیون شهروند من که در قلمرو تو هستند اونها را تروریست اعلام کن و هر لحظه ای که به من، به سیاست من و به سیاست خودت خلای شد، اونها را به قتل رسان، اونها را بازداشت کن، اونها را تسلیم کن و من خودت چقدری خواهیم حکومت رانیم. یعنی آمد به سودا زد. و ببینید در مقابلش البته که مقامات روسیه پوتین
نیز از رحمانوف چیزی را طلب خواهد کرد و گمان کنم که روزهای نزدیک شاید آن خواهیم شد که چرا به سودا زد و این البته که اساساً به سودا زدن استقلالیت دولتی تاجیکستان است. یعنی رحمانوف آمد، حتی در سال 2012 هم همین کار شد، به خاطر بقای قدرتش آمد و پایگاه نظامی را با $1 به روسیه واگذار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه روسیه همان روز ساعت نیز فشار بر رحمانوف آورد که اگر تو همین کار را نکنی حاضر من همین تو رو از سر قدرت دور میکنم و او باور کرد و آمد همون چیزی که با پوتین در کار بود امضا کرد 2012 و امروز آمد. البته که پوتین خیلی نیاز داشت به چنین یک جانبداری رحمانوف و این آمد یافت کالای برای سودا که بیا ازت را اعتراف کن تروریستی و بر اثر این خب بدتر عذر در پایانتر و باز به این موضوع برمیگردیم. خب در این هفته خبرهای دیگری که در این هفته پخش شدن یعنی نشست‌های مطبوعاتی بودن که وزارت ها ما درباره این نشست ها برنامه جداگانه میکنیم، لیکن از یک نشست چند رقم را به شما میارم که این رقم ها را من میخواستم با شما در میان بذارم. در ضمن میخواستم از شما که به کانال یوتیوبی ما پیمان لایف ابونه شوید، در زیر شرح نویسید، درخواست‌های خود را نویسید و ما با شما خب حاضر مسئله را بررسی کنیم که شما فکر و عقیده خود را در این مسئله ها ابراز دارید و نظرتان را گفته باشید که آیا تا چه اندازه گفته های بنده به حقیقت نزدیک هستند و شما چی نظر دارید و این را به بحث کشید. وزارت مهنت و شغل اهالی بسیار گپ‌های گفته است که اونها مورد خب محاکمه هستند، مورد بحث من و شما هستند، ولی امروز من نه همه رو میخوام به بحث کشم، چون که خدا خواهد شاید در هفته آینده در موضوع همین نشست های مطبوعاتی برنامه جداگانه را برای اندازیم و در این مورد صحبت کنیم. لیکن در اینجا ببینید درباره معاش میانه اینجا آورده است. همین وزیر مهنت و شغل اهالی گفته است که معاش میانه در تاجیکستان در حالت حاضر معاش میانه 1650 سامانی است. در شرح او بسیار کاربران سوال دادن که این چنین معاش رو کی گرفته است، یعنی اکثریت میدانند که چنین معاش نیست. ببینید معاش میانه رو چه خیلی حساب میکنن من نمیدونم، من در این یعنی در آمار متخصص آمار نیستم، ولی از نگاه منطقی من بر این نظرم که ببینید اگر در تاجیکستان مطمئنا ما میدانیم که با شمول مهاجرانی که بیرون از کشورند اونها را هم اگر در کشور حساب کنیم و جای کاری را حساب کنیم، یعنی اما مهاجرای مهنتی را هم بیاریم به کشور تعدادشون، یعنی بگذار اینها که میگن 800,000 800,000 باشن، اما 800,000 شهروندانی که قابل مهنت هستن به تاجیکستان بیاریم. یعنی معاش میانه را چه خیلی باید حساب کنیم از نگاه منطقی. من نمیدونم
واقعا چخیل حساب میکنند متخصصا رو پرسیدن در کارن، لیکن از نگاه منطقی حساب کنید تمام شهروندای قابل مهنتی که در جمهوری تاجیکستان هستند تعدادشون رو حساب میکنیم، فرض کردیم 4 میلیون، فرض کردیم 4 میلیون یا 3 میلیون اهالی تاجیکستان قابل مهنت است و از این 3 میلیون فرض کردیم 1 میلیونش بیکار است یا 800,000ش همون مهاجران مهنتی در تاجیکستان جای کار ندارن. بغیر از اونها هم تعداد زیاد شهروندان تاجیکستان که در داخل هستند جای کاری و مزد دائمی ندارند. ببینید اگر هم اینها رو همه اینها اگر 3 میلیون باشن 4 میلیون باشن بیایم و تمام معاشی که بودجه جمهوری تاجیکستان برای نه فقط بودجه همون کارخانه های خصوصی هم تمام معاش کارمندان تاجیکستان اونهایی که کار میکنند جای کاری دارند و معاش میگیرند جمع کرده به همین 3 میلیون تقسیم کنیم گمان نکنم که 1650 براید. اینها مزد میانه را این هم با گفته مردم ما پریپیسک است، این هم یک دروغه است، همین خود 1650 با همون حسابی که اینا میکنن، یعنی اینا همون نفران را حساب میکنن که صاحب کارند صاحب معاشند. فرض کردیم از 3.5 میلیون شهروند قابل مهنت تاجیکستان اینها 1 میلیونش جای کاری دارد یا 1.5 میلیونش جای کاری دارد و اونها از 400 سوم تا نمیدانم 2000 سومون معاش دارند. همه این را جمع میکنند با تعداد همون کار یافتگی ها تقسیم میکنند و مزد میانه را پیدا میکنند و اون برای از همین خاطر همین 1650 که یک رقم برای یک تاجیک خیلی کلان است و یک تاجیکی که اصلا یا جای کار ندارد یا به 400 سوم در همون مادرانی که خواهرانی که در همون راه ها رو در دوشنبه میروبند با همون فرماهایی که شما اونها را دیده استاده و هر سال در موسم اونها در موسم کبودزار کنی تعدادشون کمی زیاد می شود، در موسم تیرما هم تعدادشون کمی زیاد می شود، یعنی کارگرای موسمی می گیرند و کارگرای دائمی دارند و معاششون از 500 سومان بیش نیست. از اونها اگر همین گپ رو شنوند 1650 اونها خیلی حیران میمونند که این معاش رو کی میگرفته باشد. ببینید و در اینجا باز چند رقم دیگری است که من میخواستم اون را با شما در میان گذارم. رقم های دیگری که هستند بانک، اونایی که در بانک ها و سازمان های سقراطی کار میکنند معاش از همه بالاترین داشتن و مزد میانه معاششون 4592 سومان است. کارکنان بانک 4592 سومان. من و شما گویا باور کردیم 4592 سومان این تقریبا 450 دلار. 450 دلار شما روید و همون رئیس دلخواه بانک، محاسب دلخواه بانک، معاون رئیس دلخواه بانک، همین کارمندان همین اجنت های کردیت میدادگی و همه همون کارمنده ها رو بینید و خانه هایشون، ماشین هاشون، زن هایشون، همه این را حساب کنید آیا می شود با همین 459 دلار 450 دلار با همین 450 دلار آیا می شود تمام همین دارایی را داشت؟ آیا می شود همون ماشین را داشت؟ بگذار همون ماشین را هدیه کرده باشند. آیا می شود با همون نرخ بنزینی که ما داریم همین ماشین را هر روز خوب زپرفکه کرد؟ با همون نرخی که خوب روغن ماشین یعنی افتال دارد، دیگر قسم های احتیاطی
بگذار امان ماشین را کدام خیشه از کدام دولت خارجه به او هدیه کرده فرستاده باشد، ولی تمام خب مصرفاتی که خود همین ماشین دارد، آیا همین 450 دلاری همین کارمند بانک به این کفایت میکند؟ کارمند بانک و کارمند سغرته دولتی که نیست، گویا که امروز وی یک نهاد خب چی است، بازرگانی است، لیکن او البته که دولتی باقی میماند. در ساحه خدمت رسانی، مهمانخانه و خب دیگر ساحه خدمت رسانی، رستوران و این خیلی 4326 بوده است و همین خیل در علاقه فرض کردیم مزد میانه 3478 سامانه بوده. و بیاید میرسیم به خدمتچی دولتی. مزد میانه معاش خدمتچی دولتی 1376 سامان بوده است. خدمتچی دولتی که امروزها شما دیده اید که اونها خیلی با کدام خب غیرت و با کدام کوشششون میآیند و از همین حکومت دفاع میکنند و میآیند و ما و شما را خب نسبت مردم فشار میآورند، مردم را خب تحت فشار قرار میدهند، چی در خانه، چی در بازار، چی در دیگر جاها. حتی در سال خب مردم رو به زندان میبرند. یعنی همون خدمتچی های دولتی همگی 1376 سامانی میگرفتند و شما ماشین هایشان را، خانه هایشان را هم دیدگی. و در اینجا خیلی رمزی است که کارمندان فرهنگ 1370، معارف 1259، حفظ و صحت 1030. حفظ و صحت یعنی طبیبان، دکتران 1030 سامانی معاش داشتند. یعنی مزد میانه معاش از خب همشیره شوقت نه و از همون فراش سر کرده تا طبیب تمام معاش رو جمع کردن و به تعداد عمومیشون تقسیم کردن که 1030 سامان میرسیده است. حالا باور دارید که در بیمارستان های تاجیکستان همین طبیب همین قدر معاش میگرفت است، یعنی معاش میانش 1030 سامان بود. و خب این که معاش میانه باشد، خب بگذار 2300 داشته باشد طبیب. آیا شما باور دارید که طبیبای تاجیکستان، در طبیبان تمام بیمارستان های تاجیکستان همین قدر معاش میگرفتند؟ این یکی از همون رقم های است که خب اینها البته که تمام آمار در تاجیکستان مخفی شده است و در همین نشست مطبوعاتی آوردن همین رقم ها را دادن. به خاطر چی؟ به خاطر آن که به مردم گویا نشان دهند که ما خیلی کار کرده ایستادیم، شما معاشتان خیلی بلند است، شما ناشکری هستید. یعنی 1650 سامان معاش میانه در تاجیکستان است، این خیلی بالا رفته است. یعنی به همین خاطر گفتن، به خبر از آن که با همین نشان دادن همین آمار، اینها خودشان نشان دادن که بسیار چیزها را نشان دادن برای ما که شاید اگر ما به همین دقت کنیم من بعد همین آمار را نیز به ما نخواهند داد. یعنی آمارها در تاجیکستان همشان سر دولتی هستند و همین آمار هم سر دولتی بود و در نشست مطبوعاتی به خاطر یعنی چی؟ به خاطر نشان دادن اون که گویا ما در تاجیکستان زندگی همون روز از روز خوبتر می شود و کارمندان بانک 4592 سامانی معاش میانه دارند و این خیلی معاش خوب است. بله، برای یک
تو شهروند بیچاره یک شهروند تاجیکستان 4592 سامانی، این خیلی سوم کلان است، لیکن برای اون نفری که در بانک کار میکند و شاید در یک روز همین قدر مبلغ را در رستوران صرف کند، برای وی همین 4592 سامان هیچ است. ولی با همین ما میتوانیم بگوییم که نخواد جمال الدین نورعلیف 4592 سامانی میگرفتیم روز که نامعلوم است کجا گمش کردند، و یا حسن سعدالله و دیگرش 4592 سامان معاش میگرفته باشند، همین قدر. خب آخران باز برمیگردیم به بدخشان و باز برمیگردیم به خبر ناخوشی که در همین روز انتشار شد، یعنی باز ربودن دو جوان بدخشانی، دو رهبر، دو لیدری جوانان بدخشان در فدراسیون روسیه در مسکو، و این اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف که ایشان گناه اساسی ایشان آن است که اونها بدخشانی بودند و لیدری جوانا بودند و خب لیدرای بودند که در فرق از لیدرای سابقه که برای این مردم انتخاب میکرد خود مقامات و اونها با مقامات همکاری زیچ داشتند، این جوانایی بودند که با مقامات همکاری نداشتند و از حق خب شهروندان تاجیکستان نه فقط بدخشانی ها در فدراسیون روسیه دفاع میکردند. اینا را آمدن در این روز ربوده شدند و به تاجیکستان انتقال دادند و از تاجیکستان اونها را رنگی که شرف الدین گدایف در خاطر داشته باشد، شرف الدین گدایف در همونجا یعنی باز فیلم کردند که گویا خودش پریده آمده با حجتش پیش همون پلیس میآید و خود را تسلیم میکند و بعد چند او را از چنگال ایشان خلاص کردیم و انشالله این جوانا را نیز از چنگالشان خلاص خواهیم کرد. و اومدن اینا را خب نوار کردند و اینها گویا که خودشان گفتند که ما با خواهش خودمان به تاجیکستان آمدیم و این را تفتیشات امروز که در روسیه، اینها که شهروند روسیه هستند و اویلاوشون عریضه علیه دادگی هم، تفتیشات این را معین میکند تا چه اندازه اینها با خواهش خودشان به تاجیکستان رفتند. این را ما البته معین خواهیم کرد، ولی خب امروز ببینید، امروز تاجیکستانی ها، شهروندان تاجیکستان یک چی دارند، همه می آیند و این جوانها و دیگر جوانهایی رو که همین خیلی ربوده و به تاجیکستان برده شده بودند، اونها را عیبدار میکنیم که شما نخواهد اینقدر عقل ندارید و در روسیه خیلی و در یعنی ما عیبدار اساسی را کنار گذاشته. عیبدار اساسی همین رژیم رحمانوف است. رژیم رحمانوف با کدام سبب این برادرای ما را از روسیه، از دیگر کشورها با فشار و تعقیب می‌آورد به تاجیکستان و اونها را مورد شکنجه قرار می‌دهد و اونها را
خب مجبور میکند به معلومات دادن و اونها را با اتهام های ساخته به مدت های طولانی به زندان میبرد و ما میآییم و اجازت داده ایم که چنین یک قانون شکنی، چنین یک پایمال کنی حقوق باشد و ما خود همون قربانی ها را عیبدار میکنیم. قربانی هایی که خب به شهادت رسیده شدند یا به زندان رفتن، ما می آییم و اونها را عیبدار میکنیم و میگوییم که خب نخوادم اینقدر عقل نداشتی که در روسیه نمی استادی یا این خیل میکردی یا اون خیل میکردی و ما خود همون یعنی جبر دیده ها را عیبدار کرده استادیم. من میخواستم ما و شما باید به هر حال فراموش نکنیم که این قانون شکنی از طرف کی صورت میگیرد و کی قانونهای موجوده تاجیکستان رو ویران کرده ایستاده است و کی ظالم است و کی مظلوم. نشود که ما خود مظلومان را گناهکار برام کنیم که آنها خب نتوانستند از خود دفاع کنند، چون در مقابلش خیلی که ما دیده ایستادیم ماشین پرقدرت ایستاده است و این مقامات البته که رایگان آرز و رمزی را رایگان به تاجیکستان نبردند، با مبلغی که از کیسه شما شهروندان تاجیکستان همون از بودجه کشور اینها رشوه داده اینها رو از مقامات روسیه البته میخرند و این برای ما باید درس عبرت شود. درس عبرت باید کیها میشد. ما باید اصلا نسبت مقامات امروزه روسیه، مقامات پوتینی هرگز خوشبین نباشیم. همین برادر مثال آرزش شما خودتان چندین بار شنیده بودید که این از مقامات روسی دفاع میکرد و میگفت که یعنی مطمئن بود که مقامات روسی چی هستند. یعنی نسبت مقامات تاجیک خیلی چی بگوییم عادلتر هستند و قانون میورتر هستند و دیگر که ما البته از خیلی بروقتر من خودم چندین بار با این برادرها در بحث بودم و می گفتم که روسیه البته که روسیه از پوتین از رحمانوف هیچ فرقی ندارد. پوتین و رحمانوف برادرند، اینا فرزند یک مادرند، اینها از یکدیگر ماندنی ندارند، تماما مانندند و ما و شما باید دانیم که روسیه هر چیزی که نباشد، هر کاری که نکنیم ما اومده باشیم که روسیه خود همون مقامات روسیه دوام مقامات تاجیکستان هستند و آنها اگر گوییم که امروز پوتین تابع رحمانوف است در مقابل شهروندان تاجیکستان خطا نمی کنیم. یگان شهروند تاجیکستان نه از تعقیب مقامات تاجیکستان در روسیه امین نخواهد بود و از همین خاطر میخواستم همه شما این رو در نظر داشته باشید و شهروندان تاجیکستانی که در روسیه هستند و خب تهدید خطر احساس میکنند، شما باید روسیه رو ترک کنید، با کشورهای دیگر به هر قیمت نباشد روسیه رو ترک کرده با کشورهای دیگر مهاجرت کنید تا که از خطر زندانی شدن در تاجیکستان امین بمانید. خب امروز خب دیگر با همین برنامه امروزه ما
پایان می‌یابد. بار دیگر از شما احترامانه خواهش میکنم که همین حالا به کانال یوتیوبی پیمان لایف ابونه شوید، در زیر شرح ها نویسید و این مسئله که امروز ما بررسی کردیم این را، یعنی سوال های خود را یا پیشنهادهای خود را یا موقع های خود را در این مسئله ها در زیر نویسید. در برنامه آینده باز ادامه میدیم. خدا یار و مددگار شما باشد. سلام و درود با بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.